در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان اوید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت در نیم ساله اول سال 2025 با اشتراک مسئولین، رهبریت مقامات حفظ حقوق و تشکیلات و مؤسسه ها نشست مطبوعاتی با کارمندان واسطه های اخبار عامه برگزار گردید. ضمن سخنرانی خویش معاون رئیس ولایت خطلان اظهار داشت که در سال 2025 حجم استحصال منطقوی به 17.1 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت 7.9 بند فایز تامین شده است. نقشه قسم درآمد بودجت ولایت با در نظر داشت اندازه اجتماعی غیر بودجتی 101.2% تامین گردیده با بودجت 1 میلیارد و 563.3 میلیون سومانی مبلغ وارد کرده شده است که نسبت به نقشه 18.6 میلیون سومانی و نسبت به همین دوره سال 2024 267.2 میلیون سومانی زیاد می باشد. قید گردید که با تشکیلات و مؤسسه های بودجتی ولایت و شهر و نویه ها 2 میلیارد و 161 میلیون سومانی مبلغ گذاری کرده شده است که 1 میلیارد و 982.3 میلیون سومانی یا اینکه 91.7% مبلغ های بودجتی به ساحه های اجتماعی روانه گردیده است. همچنین در ادامه نشست مطبوعاتی ذکر شد که حجم استحصال محصولات عمومی کشاورزی در ولایت خطلان 14 میلیارد و 69 میلیون سومانی را تشکیل داده، افزایش آن به 110.4% رسانیده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 1.3 میلیارد سومانی زیاد می باشد. در همه بخش های خواجگیداری ولایت در مساحت 346.3 هزار گکتار کشت زراعت کشاورزی گذرانیده شده، اجرای دورنمای 104.7% تامین کرده شد. گفته شد که در 6 ماه سال جاری در همه شکل های خواجگیداری ولایت استحصال غله‌دانگی ها 502.5 هزار تن، کارتوشک 175.8 هزار تن، سبزیجات 947.4 هزار تن، پالزی ها 577.4 هزار تن، میوه‌جات 136 هزار تن، انگور 3.2 هزار تن، گوشت 50 هزار تن، شیر 170 هزار تن، تخم 65.4 میلیون دانه، پشم 3.6 هزار تن، پیله 136.4 تن، عسل 331.3 تن و ماهی 1078 تن تامین کرده شد. جهت تامین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت وطنی و از جهت اکولوژی تازه در نیم ساله اول سال جاری در میدان 2469.2 گکتار گرمخانه دائمی و موسمی کشت سبزیجات گوناگون گذرانیده 19.8 هزار تن پمیدار، 24.8 هزار تن بادرنگ و 24.7 هزار تن دیگر نامگوی سبزیجات استحصال کرده شده است با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین و از آن گرفتن 2 حاصل در همه بخش‌های خواجگیداری شهر و نویه‌های ولایت خطلان در میدان 63544 گکتار کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی گذرانیده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 2370 گکتار زیاد می باشد. ضمن نشست مطبوعاتی قید گردید که در ولایت خطلان 40 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی شده مبلغ از خود شده 859 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. در مجموع به ولایت به حالت 1 اپریل سال 2025 2.6 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد گردیده است. ذکر گردید که در 6 ماه سال 2025 حجم استحصال محصولات صنعتی به 5 میلیارد و 627.8 میلیون سومانی رسیده، نسبت به دوره مقایسوی 634 میلیون سومانی زیاد می باشد. در حجم عمومی استحصال محصولات صنعتی حصه صنعت کارکر 47.6%، استحصال معدن 5.1% و استحصال نیروی برق 46.7% برابر گردیده است. همچنین دوام 6 ماه سال 2025 42 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با اقتدار 287 جای نوی کاری تأسیس داده شده است که امروز شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی در ولایت به 810 عدد می‌رسد. به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان از 6260 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده 5479 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شده است که 87.5% نقشه را تشکیل می‌دهد. گفته شد که تا امروز در شهر و نویه‌های ولایت طبق معلومات آماری 26 انشاءات ساحه معارف که 206 صنفخانه را تشکیل می‌دهد برای 5217 جای نشست در یک بست مورد بهره برداری
قرار داده شده است. در ساحه تندرستی باشد طبق معلومات آماری در 6 ماه سال روان 11 مؤسسه ساحه از جمله 3 بیمارخانه و 8 درمانگاه ساخته به استفاده داده شده است. در ادامه نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران اید بر روند کارهای آبادانی و کبودیزارکنی در شهر و نویه‌های ولایت، بنیاد مکتب و صنفخانه‌های نو علاوگی، جلب سرمایه مستقیم، دستگیری صاحبکاران وطنی جهت بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی، تامین و از نوسازی یادگاری‌های تاریخی و سیاحی و دیگر موضوعهای روزمره سوال‌ها پیشنهاد نموده جواب‌های مشخص گرفتند. خداداد رجب، نظرالله عالم، منوچهری آدینه برای برنامه اخبار.